همگینه ما خود نمیتونیم کدام مثل یا اشرار مجاهدین واری خصوص نیستیم زیاد پیسه داشته باشیم، اما توان خود که تا در پایان باشین. از این معلوم میشه که شما تعصب دارین متاسفانه. یعنی یک طرف همین میکوبین، یک طرف دیگر معلوم میشه که شما عقده های درونی تباری دارین. این زن مرد افغان هم دیدگاه داره بانی عزیز. این تعصب در تفکر شما به عنوان یک انسان نشان داده میشه. شعورتان میتون بیاین در 20 سال، در 25 سال. چرا شما 100 سال 150 سال یاد نمیکنین؟ چرا شما از بستن مکاتب یاد نمیکنین؟ چرا شما از دیدگاه های کمونیستی یاد نمیکنین؟ چرا از شما جبر زمانی که متاسفانه مردم ناراحت کرده یاد نمیکنین؟ بله امروز ما جبهات سربلند نظامی داریم، جبهه مقاومت ملی و جبهه آزادی، اما در دیدگاه های مشخصی که ما هم روی راهکارهای تولد افکار مثبت و افکار نوین کار بکنیم، بدون شک ما استاد هستیم، صادقانه کار میکنیم، پیش میریم. ما به هیچ عنوان بر خود لقب ندادیم که من رهبر تاجیکا هستم. ما عسکر مردم، باز هم تکرار میکنم، شخص من عسکر کوچکترین طفل تاجیک منم. یک عسکر هستم، یک خدمتگار مردم هستم. اصلا رهبر محبر در این قرن قابل قبول بر من نیست، بر سایر عزیزا هم نیست. من خودم رهبر نقد میکنم، بس خودم چطور میتونم اسم بالای خود بگذارم؟ نه، رهبر کسی است که اشکم گرسنه 100 دانه طفل امروز سیر میکنه. رهبر کسی است که امروز درد و خواهر و مادر یک سرزمین حل میکنه. رهبر کسی است که در نیمه های شب به خاطر یک خواهر و مادر کوشش میکنه تا مشکلاتشان حل شود. رهبر کسی است که امروز چالش های بسیار جدی که در درون سرزمین 129 سال ظلم بیداد میکنه صدا را بلند بکنه. این باور ما هست. شما امروز رهبر شوین، استاد شوین و در کنار بانوان سربلندی سرزمین مسئولیت بگیرین. شما امروز رهبر هستین، استاد شوین، در قبال جوانان سربلندی سرزمین مسئولیت بگیرین. من نه، فقط بر ما وظیفه بتین. اگر یک جا نیاز باشه به خاطر آزادی و آبادی سرزمینم، من حتما یک بیلم میگیرم، در اموجه میرم، مصروف کار میباشم. رهبر امروز یک جوان تخصصمند باسواد سربلند سرزمین ما هست که معار بکنه به عدالتی و ناراحتی‌ها و همچنان ساختار اقتصادی را برای سرزمین بسازد تا سرزمین ما از تمام دردها و ناهنجاری هایی که وجود داره نجات پیدا بکنه. تا قله آرزو تسخیر شود، نسل زموارزانمان پیر شود. گرما نرسیدیم بر آن قله سبز، نسل دیگری رسد ولی میر شود. ما به می ایدئولوژی و می باور و به می اندیشه در می رهکار کاملا استوار هستیم و پیش میریم. بر جمع شما عزیزا، خردمندان، بانوان نهایت عزیز و عزیزانی که همیشه برنامه های زنده ما را حمایت میکنین، سپاسگزار تک تک شما هستم. خداوندگار بزرگ همیتونه در پناه خود داشته باشه. امیدوار هستم در قسمت اشتراک گذاری در خصوصا در قبال امضا کردن پاتیشن ما را همکاری بکنین. بقیه اوقات شما خوش، شاد و خرم و سربلند باقی بمانین. حیام بکامتان تا یک برنامه بعد و یک دادخواهی بعدی که ما داریم در خدمت شما قرار میگیریم. شما را امانت به خداوند میسپارم. لبتان همیشه پر از